اه، گاهی اوقات عامل انتگرالمون یه شکل اینجوری داره، یعنی به صورت دوتا چند جمله‌ایه که از x و y، این توانایی از x و y هستش. توی همچین مواقعی خب معمولا اگر مثال رو نگاه بکنیم، مثلا مثال پایین، اگر این m و n ما خودشون چند جمله‌ای باشن، یعنی توانهایی از x و y باشن، مثلا ببینیم سینوس کوسینوس اینجا نمیبینیم، یا مثلا ln نمیبینیم، یک x هم نمیبینیم. و خیلی از مواقع این شکلی هست. توی همچین مواقعی ما میتونیم عامل انتگرال ساز رو این مقدار راحت‌تر هم پیدا بکنیم. به چه صورت؟ میگیم که عامل انتگرال سازمون رو حدس میزنیم x به توان آلفا y به توان بتا باشه، و بعد اینو میایم ضربش میکنیم توی به اصطلاح معادلمون. بعد میایم شرط کامل بودن رو برقرار میکنیم و آلفا و بتا پیدا میشن. اینجوری خیلی راحت تر میتونیم در واقع عامل انتگرال ساز رو پیدا بکنیم. مثالش رو ببینیم. مثلا گفتم عامل انتگرال ساز معادله این معادله کدام است. خب ما میدونیم که عامل انتگرال ساز یه شکل x به توان آلفا y به توان بتایی داره. اینو میایم ضرب میکنیم تو معادله اصلیمون. خب در نتیجه کیوی ما میشه این. شما میبینی خودش کیو یه دونه قبلا یه دونه x داشته، پس xش میشه آلفا به اضافه 1 و yش توانش همون بتا میمونه. و پی ما بعد از اینکه ضرب میکنیم به این شکل در میاد، به این صورت. حالا باید چه شرطی برقرار باشه؟ روند پی به روند y باید مساوی با روند کیو به روند x باشه. روند پی به روند y رو خب اینجا اومده حساب کرده، این شده. خیلی راحت چون چند جمله‌ای هست میشه راحت مشتق گرفت. روند کیو به روند x رو هم اینجا حساب کردیم. این دوتا باید با هم مساوی بشه. برای اینکه این دوتا با هم مساوی بشه، ببینید توانهای اونایی که در واقع پایه‌های یکسان دارن باید دو طرف با هم مساوی بشن. مثلا ببینید اینجا ما x به توان آلفا به اضافه 1 y به توان بتا به اضافه 1 داریم، ولی اینجا اصلا نداریم اینا رو. چون این سمتمون داریم این سمتمون نداریم، پس این برم باید مقدارش صفر باشه، نباید این برم داشته باشیم. یعنی نباید سمت راست داشته باشیم نه سمت چپ. پس برای اینکه صفر باشه بتامون باید مساوی با منهای 2 باشه. بتا مساوی با منهای 2 اگه باشه، این ضریبش صفر میشه، کلا حذف میشه. حالا x به توان آلفا y به توان بتا همینجا داریم همینجا داریم، باید ضریبشون با هم برابر باشه. یعنی این آلفا منفی آلفا به اضافه 1 مساوی با این دو بتای به اضافه 1 باشه. از طرفی بتا هم دیدیم که منهای 2، پس اینجا قرار میدیم منهای 2 به اضافه 1 میشه منهای 1 ضرب در 2 بشه میشه منهای 2. پس منهای آلفا به اضافه 1 باید بشه منهای 2. پس خود آلفا میشه 1 و با آلفا مساوی با 1 و بتا مساوی با منهای 2 عامل انتگرال سازمون اینجا ببینید که کاملا مشخص میشه و به این شکل میشه x y به توان منهای 2. و دیگه اون کارهای انتگرال گرفتن و اون کارهای عجیب غریب دیگه لازم نیست انجام بدید. پس باید در واقع معادله شما یه همچین فرمی داشته باشه. حالا مثلا مثالهای قبل رو نگاه بکنی، حالا مثلا شاید اینجا هم بشه اون کارو کرد. با توجه به اینکه عامل انتگرال سازمون این شکلی شده، احتمالا آخر کار در واقع به گیر برمیخوریم اگه بخوایم از اون روش بریم. یا مثالهای قبلی رو مثلا دوباره نگاه بکنیم، بررسی بکنیم. اینجا ادامه این یکیه. ببین مثلا این مثال
فرض بکنید توی این مثال عامل انتگرال ساز اونجوری میخواستیم تعیین بکنیم، احتمالا به جواب میرسیدیم. چرا؟ چون جوابمون نگاه بکنید یه دونه y به توان منهای 2 هست. یعنی اینو اگه عامل انتگرال سازش رو به صورت x به توان آلفا y به توان بتا می نوشتیم و این کاری که الان روی اون مثال کردیم و انجام میدادیم، این این آلفا مساوی با 0 میشد، این بتا مساوی با منهای 2 میشد و پیدا میشد. یا اینکه بریم عقب‌تر، مثلا توی این مثال عامل انتگرال ساز شده 1 روی x2. خب اگه به صورت x به توان آلفا y به توان بتا میگرفتیم، این بتا 0 میشد، آلفا میشد منهای 2 به این صورت. و خب یه مقدار راحت‌تر اینا به دست میاد. اینم از این نکته. بله، میرسیم به یه قسمت دیگه از معادله هامون.